صفحه 118. مادر بسیار تکیده و لاغر بود، با چشمانی سیاه و درشت که دو جفت از همانها هم در دو قلوها دیده میشد. گونه برآمده‌اش گاه به سرخی میزد و گاه که دور چشمهاش را سرمه میکشید و آن را از دو طرف کمی ادامه میداد، شبیه زنان مغول میشد. دوتا از دندانهاش طلایی بود. وقتی میخندید یک رج دندان سفید بالایی پیدا بود و دندانهای طلای چسبیده به نیش از هر دو طرف برق میزد. اما وقتی نگران بود با چینی در پیشانی، زنان رنج دیده را میمانست که خیلی چیزها میدانند اما بروز نمیدهند. گفت: شماها خیال میکنید که پدر دشمن شماست، اما اشتباه میکنید. آیدین گفت: من میدانم که چی میخواهی بگویی، اما خوشبختی او با من خیلی فرق دارد. به شاخه های درخت کاج نگاه کرد که باد میتکاندشان و سیخهای کاج سبز بر زمین میریخت. مادر بر لبه نرده طوری نشسته بود که هر لحظه احتمال میرفت از پشت بیفتد یا باد بیاندازدش. گفت: از مدرسه که برمیگردی یک راست میروی بالا، میگویی درس میخوانم، اما من میدانم که تو کتاب غیر درسی هم میخوانی. خب میتوانی کمکی هم به پدر بکنی. اما آیدین بی توجه به این حرفها همیشه کتاب شعری در دست داشت و شعرهای زیادی از بر بود. گفت: این خانه را بر زیستنی من ندیدم و خندید و مادر را به خنده واداشت و مادر گفت: میبینی که 2 سال است که اورهان در حجره کار میکند، هم پول بیشتری دارد، هم احترامش میکنند، هم از تو شادابتر و خندانتر است. تو خموده شده ای، تو غمگینی، خودت هم شاید ندانی، اما بچه که بودی آتش بودی، خانه را میگذاشتی روی سرت، یادت نیست؟ سر و صدایت یک دم قطع نمیشد، وروجک بودی، اما حالا... و ساکت ماند. 2 کیسه بافته و بلندش از 2 سو نمایان بود. میانداختشان جلو و هی بافه ها را باز میکرد و میبست. همیشه سرج را باز میکرد و دوباره میبافت. نگاه هم نمیکرد. میبافت و در دست پیچش میداد. این که من تقلا میکنم بروی کمک پدر به این خاطر است که از حالا همه بدانند شماها 2 تا برادر هستید. یکی تویی، یکی اورهان. آیدا که عروسی میکند و میرود. حالا اگر با این مریضیش کسی حاضر شود او را بگیرد. یوسف هم که آدم نیست. اما سهم شما 2 تا مساوی است. تازه تو بزرگتری، نمیخواهم حق تو پایمال شود. آیدین گفت: باشد میروم، اما موقتی، فقط به خاطر دل شماها. از روز بعد آیدین عصرها به حجره میرفت و شب همراه پدر و اورهان باز میگشت. آنجا مشتری راه میانداخت، مطالبات وصول میکرد، زمین میشست، به شیشه ها دست میکشید، گونی های پسته و تخمه را سرپر میکرد، قیمت ها و نوع جنس را مینوشت و چوب علم میزد و چنان دل میسوزاند و دقت میکرد که در مدت 2 ماه کاملا سوار کار شد و توانست حساب دفتر روزنامه را وارد دفتر کل کند، جنس بفروشد و با چرتکه جمع و تفریق کند. پدر مدام زیر چشمی میپاییدش و گاه سعی میکرد غیر مستقیم به او بفهماند که زندگی یعنی همین. اما اورهان نمیخواست بپذیرد، رنج میبرد، حسادت میکرد و میخواست که آیدین به همان درس و کتابش علاقه‌مند باشد. یک شب اورهان گفت: پس تو کی درس میخوانی؟ آیدین گفت: هیچ وقت، من درس نمیخوانم، توی کلاس گوش میکنم. آن روزها با اینکه جنگ پایان یافته بود، اما شهر هنوز ناامن بود. حزبی ها ریخته بودند و تمام شیشه های کارخانه پنکه‌سازی لرد را داده بودند پایین. آقای لرد طی 2 سخنرانی اعلام کرد که اجانب نمیگذارند صنعت مملکت را پیش ببرد، نمیگذارند آبروی مملکت حفظ باشد و اگر قوای انتظامی همکاری نکنند، او ناچار است که کارخانه را ببندد و به انگلستان برگردد.
تعطیل شدن یک کارخانه عظیم و بیکار شدن آن همه کارگر به خصوص در سالهای ترقی برای دولت صرف نداشت. بنابراین دستور رسید. در صبح آن روز پربرف که شهر زیر بارش سفید دفن میشد، 2 نفر سبیل کلفت حزبی را درست در وسط میدان عالیقاپو که مرکز کارگری بود دار زدند و قائله خوابید. خبر را ایاز پاسبان به پدر داد. آخر شب بود و برف همچنان میبارید. موقعی بود که پدر میخواست تعطیل کند و داشت چرتکه میانداخت. پرسید: ایاز، شب جمعه یادت رفته؟ ایاز کلاهش را پرت کرد روی میز. نپرس. و نشست روی یک گونی تخمه. پدر گفت: از اوضاع چه خبر؟ بیریخت. آیدین و اورهان منتظر بودند که پدر دفترها را در کشو بگذارد، اسکناسها را بشمارد تا زودتر بروند و می‌دیدند که ایاز وحشت زده و هراسان است. هر دوشان وقوع خبری را حدس می‌زدند، خبری که در چهره ایاز موج می‌زد و پدر حاضر بود 2 من پسته و 2 من تخمه بدهد و خبر را کمال و تمام بشنود. گفت: ایاز بگو. و سرش را نزدیک برد. ایاز گفت: قائله سبیل کلفت ها خوابید. نه بابا. آره. به پشت سر برگشت. نگاهی به دالان انداخت و گفت: مواظب خودت و بچه هات باش. احتمال دارد حزبی ها کارهایی صورت بدهند. پدر گفت: ما که خودت بهتر میدانی. ایاز گفت: کتاب یا اعلامیه حزبی که نداری؟ ابداً. ایاز گفت: یک وقت ممکن است شبنامه‌ای، اعلامیه‌ای، کاغذی بیاندازند توی حجره یا خانه، یا ممکن است بچه‌هات از مدرسه بیاورند. نگاهی به آیدین و اورهان انداخت. بچه‌ها، پدر شما 1 عمر آبروداری کرده. جان این سیبیل یک وقت کار از دیگر مواظب باشید. پدر گفت: کوچکی که مدرسه نمی رود، فقط بزرگه می رود که به حرف ما نمی رود. ایاز اخم کرد و با دهانی گشادتر از همیشه به آیدین گفت: چی دیده ای از این مدرسه؟ هان، بیکاری؟ بعدش کجا را می خواهی بگیری؟ به پدر گفت: بیارش بیرون. پدر گفت: من هم عقیده‌ام اینجوریست. توی این اوضاع قاراشمیش که ما نمیدانیم کدام طرف حرف حساب میزند. ایاز حرف پدر را با دست برید. جنگ زرگری که شنیده ای، روزها میزنند به تیر و تار همدیگر و شبها توی یک کاسه آب گوشت میخورند. من که مأمور تأمینات نظمیم، هوای هر 2 طرف را دارم، یعنی بی‌طرف. پدر گفت: احسنت و با چشمهاش به آیدین تاکید کرد. از آن پس مدام آیدین را زیر نظر داشت. کتابهاش را وارسی می کرد. هر روز به گوشش می خواند که مراقب باشد. سعی می کرد مانع مدرسه رفتنش بشود و معتقد بود که پسر بزرگش باید راه پدر را پیش بگیرد. آن شب با پوستینی بر دوش مثل آدم نقاشی های مضحک همه جا بود. می رفت و می آمد، قدم می زد. گفت: باید به حرف من دقت کنی. چیزی را که سالها بعد می خواهی بفهمی من حالا می گویم. زندگی شوخی نیست. تو خیال می کنی با درس خواندن به کجا می رسی؟ بعد از 30 سال درس خواندن چقدر حقوق می دهند؟ انگشت سبابه‌اش را جلوی صورت آیدین تکان می داد. هان چقدر می دهند؟ و در سکوت آیدین پر و بال بیشتری می گرفت که بگوید: 100 تومان، 1000 تومان، از شاه که بیشتر نمی گیری. من از همین حالا بهت می دهم. به شرطی که دور کتاب ها و درس و مشق را قلم بکشی، آدم بشوی. مادر گفت: آره آیدین. داشت جوراب های پدر و اورهان را در دستشویی راهروی بالا می شست. اورهان گفت: چه اصراری دارید؟ خب هرچه دوست دارد بکند، زور که نیست. آیدا گفت: تو را سننه. مادر گفت: راست میگوید، به کار خودت باش. و وقتی پدر به حرف می آمد، مادر هی چنگ می زد. یک جا را بی اختیار چنگ می زد. گفت: آیدین، خوب فکرهات را بکن.
پدر با آن پوستین درست مثل وقتی که بر تخت پوست می نشست اباحت داشت. قدرت و غرور پدرانه از دهانش بیرون می ریخت. این همه سال تلاش کردم برای کی؟ برای چی؟ خب برای شماها، به شرطی که شماها نخواهید به حیثیت من به منافع من لطمه بزنید. اگر به آدم احترام می‌گذارند به خاطر پول است. به خاطر این است که محتاج دیگران نیستیم. من دلم می‌خواهد با این استعدادی که داری از همین فردا کاسب بشوی. می‌فهمی آیدین؟ کاسب. و رفت به اتاقش. آیدین نتوانسته بود مستقیم به روی پدر نگاه کند. روی پله نشسته بود و حرفها را شنیده بود. نمیدانست میترسد یا خجالت میکشد. قدرتی در آن چشمها و عینک بود که مجبورش میکرد همان جور مثل همیشه فقط از پشت سر نگاه کند. وقتی رفت آیدین حس کرد خیلی چیزها بوده که میبایست میگفته. میخواست که پدر آن همه سختگیر نباشد و به همان اورهان قناعت کند. اما در آن راه روی نیمه تاریک ناگهان با رفتن پدر چنان سکوتی شد که آیدین خیال کرد ساعت دیواری از کار افتاده است و او مثل لنگر ساعت می رود و می آید. مادر هی جوراب را فقط یک گل جای آن را چنگ می زد. انگار زندگی به دور خود می چرخید و صدای یک نواختی در طول لوله آب به کندی تکرار کمک می کرد. آب سرد بود و دستهای مادر سرخ سرخ. درست به رنگ پالتوی قرمز رنگی که زمان بچگی تنش می کردند و می بردندش بیرون. آیدین یاد پالتو که می افتاد دلش مالش می رفت. پالتو قرمز خوش رنگ و خوش دوختی که دیگر براش تنگ شده بود و پارچش ماهوتی بود. با 4 جیب و کلاهی که از پشت روی شانه‌اش می افتاد. به مادر گفته بود خیلی قشنگ است مامان. وقتی باران می آمد یا هر وقت هوا سرد می شد تنش می کردند و این زیباترین لباسی بود که در عمرش داشت. گاه دلش می خواست آن را جایی بیاویزد که وقتی می خوابد نگاهش کند. در آن همان اندازه احساس آرامش می کرد که پدر در پوستین به غرور دست می یافت. روزی که پدر میخواست اولین بار اسمش را در مدرسه بنویسد گفت که دیگر نباید این پالتو را بپوشد. آیدین گریه کرد. پدر گفت پالتو قرمز مال دخترهاست. آیدین باز گریه کرد و پالتو را در بغلش فشرد. پدر آن را از دستش کشید. گفت میفهمی؟ جوابی نداد و به پدر نگاه کرد که بسیار خشمگین بود و میگفت اگر میخواهی بپوشی بگو. آیدین با سر تصدیق کرد. پدر گفت پس اسمت را در مدرسه نمی نویسم. آیدین گریه کرد. پدر یک پاش را روی پله مدرسه گذاشته بود و میخواست به بچه بقبولاند. گفت اگر میخواهی اسمت را بنویسم دیگر این را نپوش. خیلی خوب، فقط توی خانه میپوشم. پدر اسمش را در مدرسه انوشیروان عادل نوشت و بعد دیگر او آن پالتو را ندید. اما رنگش قرمز بود و گرم بود، نه مثل دست مادر که حالا سرد بود و اگر میخواست روی بخاری بگیرد حتما استخوانهاش تیر میکشید و آن وقت ناچار میشد دندانهاش را به هم بفشارد و به دیوار مقابل خود نگاه کند. شاید به این فکر هم باشد که چرا پدر بچه ها این همه خشمگین و یک دنده است. اگر بمیرند حرفش را تغییر نمی دهد. مادر گفت پدر نگران توست. میگوید که میتوانی به هر کاری دست بزنی. میگوید حیف این همه استعداد و هوش. برای این است که میخواهد دور و برش باشی. بدت را که نمیخواهد. آیدین گفت میدانم مادر. پس چرا؟ و باز سکوت آمد، مثل سکوت آیدا. سرش را زیر انداخته بود و موهاش سیاه و لخت تمامی صورتش را پوشانده بود. حتی یک بار هم سر بلند نکرد که به کسی نگاه کند، مگر وقتی که به اورهان چشم قره رفته بود و حالا به قدر همزادش قصه داشت که ساعتها موهای سیاهش را میان خود و زندگی حایل کند. سر شام پدر گفت
تو انگار میخواهی مبارزه کنی. خودت را نشان نمیدهی. فکر میکنی دنیا یعنی آیدین. مثل مورچه را شنیده ای که وقتی آب داشت میبردش گفت دنیا را آب برده. این برای من قابل قبول نیست. آیدین گفت عقیده شما برای خودتان محترم است پدر. پدر گفت عجب عجب، بچه ما را قبول ندارد. رو کرد به مادر، پوزخندی زد و گفت آدم هوس می کند غرور این پسر را بشکند. مادر گفت زیاد سر به سر همدیگر نگذارید. پدر گفت باشد جور دیگری صحبت می کنم. رو کرد به آیدین، منتها به جلوی پاش نگاه می کرد. ببین پسر، از فردا نمی روی مدرسه، میایی حجره. آیدین گفت من می خواهم به درس ادامه بدهم پدر. اگر نخواهی چطور می شود؟ می میرم. بمیر. اتاق در سکوت یخ زد. پدر باخته بود. حریف این نوجوان نمی شد و نمی دانست چه باید بکند. یک کفگیر پلو در بشقاب خودش ریخت و گفت می میرد. یک کفگیر دیگر کشید. به جهنم. چند قاشق خورشت برداشت. یک قاشق ماست به دهان گذاشت. فدای سرم. بعد شروع کرد به خوردن. لحظه هایی گذشت. کسی حرف نمی زد. اما پدر گفت میبینی آقازادت میمیرد. چند قاشق خورد و باز گفت به جهنم. یک وجب بچه روی حرف من حرف میآورد. یک بار فریاد کشید. هرچه میگویم باید بگویی چشم. اما ظاهراً از من خوشت نمیآید که نمیخواهی کاسب بشوی. مگر من چه عیبی دارم؟ من از شما بدم نمیآید. من تصمیم دارم تحصیل کنم. اگر نخواهی چطور می شود؟ می میرم. پدر عصبانی شده بود. قاشق را پرت کرد و ایستاد. با همان پوستین و همان قدم ها. می بینی؟ وقاحت را می بینی؟ بعد آیدا که آمد نگاهی به همه انداخت و کنار مادر نشست. دستهاش خیس بود و پوست انگشتهاش پیر شده بود. مادر گفت بخور. لحظه‌ای به دستهای خیسش نگاه کرد و گفت دکتر شوشانی گفته که نباید زیاد با آب سر و کار داشته باشی. بخور. آیدا گفت من میل ندارم. پدر با فریاد گفت به جهنم که میل نداری. برو سرت را بگذار. مادر گفت به این چه کار داری؟ پدر از پنجره بیرون را نگاه می کرد. خسته بود. میلی هم به غذا نداشت. گفت برای اینکه هیچ کدامشان به آدمیزاد نرفتند. هر کدامشان یک اطواری دارند. براش معجون افلاطون درست می کنم نمیخورد. خب به جهنم برود درد بکشد. بعد آیدا بی صدا و آرام از اتاق خارج شد. پدر گفت اگر میخواهی درس بخوانی حق نداری پایت را در حجره بگذاری. مادر گفت بعد از ظهرها که... پدر قرید لازم نکرده. از این به بعد حق ندارد بیاید حجره. من به کمک کسی احتیاج ندارم. حجره مال اورهان می شود. اورهان با اشتها غذاش را خورد و پدر گفت به قول عیاز با دو دسته نمی شود بحث کرد. بی سواد و با سواد. آن وقت بود که آیدین یک بار هوس کرد به پدر دست بزند. فقط سرانگشت‌هاش را به دست یا صورت پدر نزدیک کند. سالها بود که دستش به پدر نخورده بود. حتی فرصت پیش نیامده بود که از کنارش رد شود. با آن اندام کوچک، موهای جوگندمی، لب خشک و اخمهای درهم، حالا تکیه داده به مخده، چنان اباحتی یافته بود که کسی جرأت نداشت تکان بخورد. چنان ناآشنا و غریب که فقط میشد زیر چشمی گوشه پوستینش را نگاه کرد. و آیدین همیشه در این فکر بود که چطور می شود دست روی شانه پدر گذاشت و کنارش ایستاد.